صادرات سنگ و متال‌های قیمت‌بها از جمله طلا از تاجیکستان 125 برابر افزایش یافته است. در همین حال واردات این نمودی محصولات بیش از 10% کمتر گردیده است. طبق اطلاع اگنتی آمار کشور، تاجیکستان در 7 ماه سال جاری به خارج به مبلغ 124.8 میلیون دلار سنگ و متال‌های قیمت‌بها صادر کرده است که قسم اساسی آن را طلا تشکیل می‌دهد. در همین دوره سال گذشته صادرات طلا و سنگ‌های قیمت‌بها حدود 1 میلیون دلار را تشکیل داده بود که امسال 125 برابر افزوده است. کارشناسان سبب افزایش صادرات سنگ و متال‌های قیمت‌بها را در بحران عمیق اقتصاد تاجیکستان می‌بینند. کم شدن درآمد از انداز و مشکل‌تر شدن دریافت قرض مقامات کشور را وادار به فروش سنگ و متال‌های قیمت‌بها کرده است. امکان دارد تا آخر سال این رقم افزایش با سرعت‌تر کسب کند. با در نظر داشته اینکه تیر ماه موسم پرداخت قرض‌های خارجی است و اسعار خارجی در کشور با شدت کمیاب شده است، امکان زیاد افزایش باز هم بیشتری فروش طلا به خارج وجود دارد. کمشوی واردات نیست که اساساً از محصولات تیار عبارت است، از وجود بحران در کشور درک می‌دهد. در همین حال قیمت طلا در حال افزایش است. در تجارت بین بانکی برژ لندن بگاه جمعه 29 اوگوست قیمت یک اونس ترای 185 دلار بالا رفت و به 1528.4 دلار رسید.